سلام، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. امروز آموزش خط چشم کشیدن به زبان ساده، راحت و خیلی خودمونی داریم. بزن بریم. لازمش اینه که موامو ببندم درست حسابی که راحت بهتون بگم باید چیکار کنیم. با 3 تا ابزار ما میتونیم خط چشم بکشیم. اولیش این خط چشمای موییه، دومی خط چشمای ماژیکیه، سومم با قلمو یا همین قلموی 3-0 که میزنیم یا به سایه یا به خط چشمای ژلی. هر کدوم که راحت، هیچ فرقی نداره. الان بردار بیار با من یاد بگیر. پیشنهاد من برای مبتدی‌ها خط چشم‌هایی که به صورت ژلی یا کاسه یا سایه است با قلموی 3-0. ببین کاری که باید بکنی، قلمو تو که آغشته میکنی به این خط چشم، بعد یه مقداری این رنگ زیادش رو پشت دستت میگیری، روبرو تو با یه آینه نگاه میکنی. به من الان دارم خودمو به صورت مستقیم توی آینه نگاه میکنم. اینو نباید بکشی، اینجوری نباید بکنی، چشاتم ریز نمی کنی. حالت عادی، چون اون کسی هم که داره تو رو میبینه همینجوری حالت عادی تو رو میبینه. حالت عادی رو نگاه میکنی، خود تشخیص میده که پلکت افتاده است یا افتاده نیست. همونطور که داری روبروت رو نگاه میکنی، 1/3 بیرونی بن موژت رو فقط با قلمت به صورت خمیده میکشی. جای خودش بن موژت رو، یعنی در واقع پررنگ میکنی. این قدم اوله. حالا شما اگه میخوای چشماتو این شکلی کشیده کنی، باید جهت قلم این شکلی باشه. اگه میخوای به صورت گربه‌ای باشه، باید جهت قلمت هم به این شکل ببری. حالا این چشممو به صورت این شکلی میکشم، این یکی رو گربه‌ای. برای کسایی که میخوان خط چشم به این شکلی کشیده بکشن یه فرمول داره. شما وقتی روبرو نگاه میکنی، خط پلکتو میبینی. باید خط چشمی که میکشی زیر خط پلکت باشه، روش نیاد، چون که خط چشم تو نامنظم و شکسته نشون میده. پس من روبرو نگاه میکنم، در امتداد اون بن موژمو که پررنگ کردم میکشم رو به بیرون زیر خط پلکم و یه مقداری به بیرون هدایتش میکنم. میبینی؟ به این شکل کاملا زیر خط پلکمه. حالا دیگه با بالاش کاری نداریم. از زیر یه مثلثی ایجاد میکنیم و پرش میکنیم به این شکل. به همین راحتی. من الان یه خط چشمی دارم که اصلا از روبرو هر کی نگاه کنه شکسته نیست و چشمام به همین شکل دوست داشتم کشیده شده. حالا برای این سمت ما برای چشم گربه‌ای باید روی کل بن موژمو پررنگ کنم. اما حواستون باشه اگر که پلک افتاده دارین، پهن نباید بن موژتون رو پررنگ کنید. خیلی نازک. قلممو خوابیده نگه می‌دارم، روبرو رو نگاه میکنم و بن موژم رو فقط پررنگ میکنم. حالا برای اینکه چشمامو بخوام کشیده و گربه‌ای نشون بدم، مثل اینور نباید به گوشه برسم و صافش کنم. 1 میلیمتر یا 2 میلیمتر مونده که پلکم تموم شه، یعنی دقیقا این قسمت، باید جهتش رو به سمت بالا ببرم. چجوری؟ اینجا یه علامت میذارم، میبینید؟ و زیر خط چین پلکم میارم رو به بالا. ببین پلکم رو نمیکشم و با دستم اینجوری نگهش نمیدارم. اگه شما بکشین خطا ایجاد میکنه. پس 2 سانتی متر علامت گذاشتم و زیر چین پلکم میارمش به بالا. به این شکل. حالا از زیرش مثلثی ایجاد میکنم. حواستون باشه روبرو رو نگاه میکنید. حالا داخلش رو پر میکنم.
تا اینجای کار خط چشم گربه من شکل گرفت. حالا برای بالای پلکم باید چی کار کنم؟ باید از این قسمت داخلی زیر چین پلکم تا این قسمت رو به هم یه جوری متصل کنم که روی چین پلکم نیاد. همینطور که مستقیم رو نگاه میکنم از زیر چین پلکم اینا رو به هم وصل میکنم و روی بن موژم قرارش میدم. حالا خط چشم کشیدم با یه براش یا یه گوش پاک که تمیزه، یه خورده آغشتش میکنیم به میسلار واتر و این زیر رو تمیز میکنیم. حتی این قسمت های بالا هم هر جایی که لازمه با یه براش کوچیک تمیز میکنیم. به همین راحتی واقعا. اینم از این. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید.